احساس نشاط، خرمی و هوس‌ها در قلب‌ها خروج زد و ما راه به سوی ناحیه زیبامنظر رشت پیش گرفتیم تا از تراوت و آن همه زیبایی‌های طبیعت این مکان برایتان قصه کنیم. طبیعت چی زیباست، خوانش پرندگان، روش آب، نورپاشی آفتاب و روشنایی‌دهی ماهتاب در حیات هر یکی ما یک جای انیق خود را دارست. فصلها باشند به طبیعت زیبایی دیگری را می‌بخشند تا اینکه آن به انسانیت یاری رسان باشد. پرباری گلی درختان معلوم است که حاصل امساله میوه جات در منطقه رشت خوب میشه. چون باغ ما باغ بوتانیکی و نگاهداری گنفاند نوهای محلی است، امید داریم که حاصل امسالمان خوب خواهد شد و نوهای زیادی نوهای پیشپز تابستانه هم هست که اونها را چون تیز ویران میشن، مثلا یعنی دوره نگاهداریشون که کوتاه است، ما قسمت اونها را خشک میکنیم. الکی زیاده از 800 کیلو میوه خشک پارساله داریم و نگاهداری زراعت ها به مدت 2-3 سال هم ما الکی این کار انجام دادیم. از پارسال که حاصل گندم نشد، از حاصل سالی 2 سال پیشینمون 120 خلطه گندم در ذخیره‌گاهمون داریم. 800 کیلو میوه خشک داریم، از آن جمله میوه خشک مرود، زردآلو، سیب، آلو الکی نگاهداری شده ایستاده است. ناحیه رشت با طبیعت زیبای و ناتکرارش یک مکان معجزه هاست. در این دیار تیلارنگ و پرفیض بهترین آفریده های طبیعت به هم آمده جلوه نمایی میکنند. اینجا هر یک کوه و کمر، چشمه جویبار و گل و گیاه تاریخی به خود خاص را دارد. رود و دریاچه های شوخش از دل کوه ها به پایان جاری می شوند و از حقیقت این زیبایی ها قصه می کنند. بهار تاجیکستان وابسته به هم هر یک منطقه خود خیلی زیبا، رنگین و گواراست. زیبایی بهار تنها در یک شکوفه گل نیست. زیبایی بهار با همان میده بارانهاش، با همان دهقانی که در سر زمین کشت میکنه، با همان طبیعتی که هم برف است، هم سبزه هست، هم گل هست، هم بیداری طبیعت است، هم انسان در بهار نابسته از سن سال خود جوان احساس میکنه. واقعا این وادی در برابر آبهای صاف و مصفا باد و هوای عجیبی دارد. اگر در یک گوشه آن بهار باشد، در گوشه دیگر از زمستان مشاهده می شود. در یک کنار آن دهقانان به کشت و کار بهاری مشغولند و در گوشه دیگر زنبور پروران سیر تشویش. با خطور زنبور این همی کلخوزو خیلی اونجا کوز کچکا کای زدن نکی خوبه اینجا مونده خوبیش ای ایون اوس می شود. همی اسپرسیت گل کنه یا شک ممکن نبرد دیگه زنبورا خوبه.
خیلی بسیار داروگیو داره که پیرگا میاره مثل پیرگاش حولوی زنبور اونجا اپارات میمونیش مقصد همون چی میریزه حولو را میگیری و برای شش برای خنک زدگی برای خفا برای همه همینا داروی ماتش ملکو داره ما او را با فروش استحصال کنن نمیتونیم لیکن خدام اینا خدد یگان کاز یگان آدمای لازم شه میای همون مهم ایندا همون را میگیری میتی میخرن شخصا من خدام اینا که باتای 80 برماده شدم همون میخرم همون حالتی کارنده توی ما میویم میخریم همون را من خدمت نقص حس مینم 80 برماده شدم 80 اساس فعالیت مردم جماعت دهاتی اسکلون در همه سمت‌های خواجگیداری میباشد علل خصوص در پرورش زنبور عسل کارتوشکا پروری زراعت پروری این مردم کار و فعالیت دارند در حدود جماعت ما زیاده از 2000 الکی اویله زنبور عسل ترقی کرده است که این با انمین دهقانایی که همین کار سر کار دارند یک حاصل خوب به دست میارند شرایط زندگیشون را همین سطح پیش میبرند در همین موضوع که ما الکی جایگیر هستیم ما همراهی مصاحبه‌کارو تصمیم گرفتیم که بسیار برای سیاحی خوب است تصمیم گرفتیم که همینجا یک مرکزی سیاحی رشد سیاحی تشکیل کنیم که من بعدم ما میتوانیم که اینجا مهمونای هم داخلی هم خارجی کشور قبول نماییم. زنبوری عسل پروری از ساحه‌های سردرآمد در ناحیه محسوب یافته به آن اصلا مردان مشغول می‌شوند. اسدالله نورف کسبی عسل پروری را پیشه نموده و به پرورش نگاهبین بیش از 70 اویله زنبور مشغول است. کاری که این میدونه اینم راست میخیزه هم یا تو میتیده دهن ایچش سخیمایی در گجا میروه یا که وقتی بردور شدنش من زنبور مثال اینا میگیریم جدا مینیم خوب همین مد که برمدن وقتی که ما میگیریم جداش مینیم 12 روز تا 13 روزنده مدکش میفروید مدکه میفروید بعد همین 13 روز با 3 روز دیگه در همون درم نیسته بعد 3 روز خودش انتخاب مینه همون نرپیچو نرزنبور شه همون زنبور خودش انتخاب مینه کدومایشه میگیره 4 تا یا 1 تا یا 2 تا 7 تا یا 10 تا همین تا میروه در که بردور میشوه با میویه میدوره در همون هیچای خودش 3 روز دیگه میسته 3 روز دیگه میسته همون بعدی کش رفتنش با 3 روز دیگه میسته بعد 4 و 5 منده در تخم میزنه بعد ایرا که دوناگیش خداوند خودش میدونه که چه خیلی سخیمه ها داره چه خیلی کارو داره اگه یک جا میدونه که در 7 کیلومتر انا شهر اونجا یا که همینجا میخیزه روی میشه همین قهر مینه میروه این خودش میروه همون گجان دا میروه میسته ممکنه که 6 کیلومتر میروه 7 کیلومتر میروه یا 3 کیلومتر میروه همین میروه همونجا جوش میگیره خودش بعد میایه همینجا با این خطی همین چی میگه که واجب بود چمی نبود میخیزه بعد همین راست یک میخیزه همین جان دا میشینه یک 2 ساعت 3 ساعت با خبکایی میگیری نکردی بعد 3 ساعت یا 2 ساعت میبینی که خیز رفت هم میبینی که یا اون واسفی دمتا ولگل کده میروه همون شوخوی و که میروه برای که همین مقصد که یک خوجگین ده اگر 3 کیلون باشه و 4 بچه و 3 کیلون همینو مناسبت خیلی میشه هم خیلی هست انا ایام پر میشه جو نمیوه روی میشه جای کار نمیوه بچه بسیار میشه گرم میشه غریب میشه بعد اینجا میکشه مدکره میپرتویه که اینجا ایته بود بعد استاد که همین زنبوری پیش قدمی خوب شه مدکه همون خودش بعد میخیزه میروه
5-6 10 روز ای کار میمونه اومد که خچه خالی مینا مقصد که باردار خیزه نمیتونه ده خچه خالی مینا همون تخم میپرچه تیار مینا با پرواز خچه تیار مینا بعد میخیزه قطی زنبورش میره او میگوید در موسم قبلی وابسته به باد و هوا چند اویله زنبوری عسل را از دست دادیم، اما امسال مساعد آمده ایستاده است و باور داریم که شماره زنبورها را از نو برقرار میکنیم. ممکنه که امسال خوب میاد که با 20-30 کیلویی را میرسه سری اویلا و 20-30 ترا ممکنه که بون نمیشه و خیلی نشیدگی نباید کمپان میتی یک خیچم جمع مینا خیال مینم همه 72 سال است زنبور من دارم همین بهترین بهار همین سال ای زنبور هم تلف نشیده است همین 70 اویلا زنبور 2 اویلا مردگی ای نمرده است این هر سال 2 اویلا میمونده 70 اویلا دیگه با همین رو عمل میکنیم که اصلا هم که میگرتیم همون برای خورد خوراکمو برقرار میکنیم امسال بهترین ای اینا حاضر نمی زنبوری های که 6 اویلا 10 اویلا 10 رم که 8 رم که تخم بچه حاضر این هزل نیست ده این سال با گفته اسدالله نوروف طبیعت خوشاب و هوای ناحیه رشت امکان می‌دهد که تعداد اویله‌های زنبور عسل چندین برابر زیاد کرده شود. ما در این سمت کوشش به خرج داده ایستاده‌ایم. امروز در عموم در منطقه رشت بیش از 22000 اویله زنبور عسل پرورش یافته ایستاده است. راناگل شراف‌الدین و نانپز ماهر منطقه رشت است. اگر قبلا او را تنها در این منطقه می شناختند، همکنون نانهای شیرمال و بولذتش او را در جمهوری معرفی کرده است. همین دیگه محاضر سه گیرده چه میبره و این سه تا میبره داوری کشاله با اوی تایگه دا بلوش انا با ای که بندم 6 تا میبرم 6 تایی میبندم با یا باری بستگی انا ای رفیده کلون دا بسیارتر می آزمونان دا میبندم اگر به خوردن خدمت با او میدهک میبندم. در پختن کلانترین نان در آزمون نانپزی بهترین مقام اول را کسب کرد و این موفقیت محبت او را باز هم بیشتر به این هنر افزود. در آزمون سال 2018 در شنبه آزمون ککبانوی بهترین شید. در آزمون رفتم اشتراک کردم جای اوله سزاوار شدیم. نامبندی سال اعلان کردم بعد ای همه منطقه های ای ناحیه رشت فقط این ای توچکابور بود. ما ای جماعت قلعه سرخ بودیم، ای جماعت نصرت الله مخصوم بود، با ای همه ناحیه ها در اونجا اشتراک کردن. اما در مابین همه آدم در اونجا اشتراک کردگیم جای اول رو گرفتم. هر یک مادر باید که قرض مادری خود را ادا کنه برای فرزندش بستن نونکی در زندگی خود را پیش برده بتونه باید نشون ته فرزند خود برای که مادری من نشون که داد امروز در زندگی در نماندم.
را هنگام نانپزی دریافتیم که همراه دخترانش نان، گردچه و چپاتی های حجماً کلان میپخت. سوز زندگیم خیلی مردک منه 10 سال شد که کسله زندگی من مخدم پیش برده شدم. با به غرض ای که بانوگیم با معلمه هم هستم. صنفای ابتدایی درس میتیم. در 42 سالگیم اینستیتوت خوندگیم. می کارم شو پیش میبرم. اینو میگیرده چاو میبندم شو همراه اینمی دخترام میبندم پگویی با خدمت در پیشی طلبه‌ها میگیرم در مکتب. هر یک رفیده او اندازه معین دارد. یکی برای چپاتی و دیگری برای نان کلان، فطیر و یا کلچه است و همه روزه از آنها استفاده میبرد. او را مردم در معرکه های خویش همچون نانپز ماهر همیشه دعوت میکنند. میگوید برای من پختن نانهای کلان پسند است. نان حجما کلان را در بعضی منطقه ها 2 کاسه به تنور میچسبانند. من این کار را تنها انجام میدهم. همه هنر کبانگی را دارم. این همه ارد همه نمود نون پخته میتونم. یک خسفتی را 4-5 نمود خسفتی میپزم. با قروتا وجیدو، با شکر وجیدو، خسفتی به چورمغز مینم، خسفتی تیرکی مینم. همه را پخته میتونم. قدمول مینم، قدمول تپتپکی میگیم، قدمول تیرکی میگیم. پلاگون میگیم. همه ای را در روغن میپزیم با. ای زمین کچکه میگیریم، پیاز میگیریم. خیلی همه زندگی که در همه خوجگی صرف میشه ما همه زمین میگیریم. بانکرس میشونیم، پامیدور میشونیم، بلغر میشونیم، قرفه تیزه میشونیم. همه را در همه تیکه زمینی در همه جا میبینیم و در همه جا میکاریم. ما یکون کمبودی نداریم. ای حسابی زمین داری خودمون میگیریم و در خودمون استفاده میبریم. ای بازارون میخریم. 400-500 بانکه محکم کردم. اینه 20 خلطه کچکه گرفتم، 10 خلطه پیاز گرفتم. ای همه زمین همی پیش حولین خودم. وارثت با شکر که رزق روزی مو دادم همه زمین پیش نزد حولگی خودم اومد. هنر بهترین همین نونبندی است. 18 ساله بودم در خونه مادرم. بسیار شوقی نونپزی داشتم. همه دختران نون بسته میتونن. با تندور دار مینه.
با اوی تندورو رو مخدم روست مینم و با همه این حد همسایه رو روست مینم مادرم دگدانی ترشکی روست میکرد خطی هم مادرم روست کردم یاد گرفتم روست کردنی دگدون هم اینه تندور هم یعنی تندور رو مادرم بسیوته دگدونی تری روست میکرد به شیشتگی نام میبست ای تندور رو ای تندوری که در مغازینو برمدگه ای همون نگاه کردم اومدم خودم روست کردم در کوهستان مردم جوهر حقیقی جوانمردی داشتن کس را از اسبش می‌جویند. از نگاه آنها جوانمردی اصیل همان است که اسب دوند زیبا و خوش سر و افزاری داشته باشد. همین سال در همین نوحیه 15-20 معرکه زاید شده بود. من همچه رئیس اساسیت همین نوحیه رشت 17 سال شد. وقتی ما همین اساسیت را تشکیل کردیم در همین نوحیه حساب عمری در حساب عمر 160 اسب بود. حوزی به 10,000 اسب رسیدگی است. به 10,000 ای خوجگی و ای خوجگی انفرادی و خوجگی و کلکتیوی بود. ای شخصی ها شخصی ها که 3-4 اسب بسخشی داره اسب پایگچی داره. زیارتشاه دولتов ҳамроҳи аҳли оила солҳост ки ба аспарварӣ машғул аст. ӯ бештар аспҳоро барои чорабиниҳо тайёр мекунад. мегӯяд шарафи бузурге аз ин нест ки дар маъракаҳои варзишӣ аспат ном барораду човандозад ғолиб бояд ва мардум гӯянд ки ин асп аз фалонӣ одам бовад. дар ин гуна ҳолатҳо ҳар аспарвар омодааст ки тамоми дороияшро нисори ҷонвараш созад. айдам ями аз сар кор дорем биз мекашем машқ менем гала доштем 35 та байтал доштем асби бизи 3-4 та доштем падари мо ҳасен палвон мегуфтанд тамоми ҷаҳон мешиносад палвони давлатӣ тарбият менин авоз я мо думо мехран оғланда я ҷогай ҳуй менем ҷава мехран 2-3 мо я ҷогай меса меброем хинак менем барои биз бад тайёр шу менем я писар мо талабшо унауш қаноатшо унауш мунавваршо инаиш амир ҳамза ами бачаҳо мешаванд ҳамаш биз мекашанд аям решаш аям падар боб мо ҳами касаба як 2 сол гӯшти гирифтам баъд баскам баъд дами буза гирифтам ям биз мекашем мегардем инҷа калхозобод душанбе шаҳри туз қаводиён панҷ тамоми ҷора гаштагием гулистона моро ҳамаша асб қатӣ мерем 2 моҳ 3 моҳ мегардем баъд меоем اسب هر آدم قلب خانه میتونه. همه اسب همه خصلت داره که همه آدم پیش اسب میره و هوای میفهمه که همه آدم کیه همه چکورگره همه اسب بی اسب هر آدم اسب خیلی بفهمون شما را اسب شبانه بو میره یک بار خبر میگیری پگاهی سحر میره اول خبر میگیری اسب یا اسب میسو اسبازو اسبونو آدمای با اسب سر کار دارن این حقا خوز اسب در ساوز موندیان ساوز که اخی سلبری همو چی روی کنه انا با توبستان کشی در همو تیواله های اسب لنگر اخی میگن با لوزی و سنو در لنگر که های بو میبرن هوای مثل جو میتین گندم میتین وای میکنن که همو اسبی بسخشی ده هوای مغز بگیره وای بگیره واقعاً اسب برای مردم کوهستان حیوان خانگی با فیض و برکت، با خاصیت و خدمتگاری بی‌منت و وفادار محسوب می شود. مردم با اسب نه تنها چون یک شریک با اعتماد کار و روزگار خود، بلکه چون یک موجودات عزیز و قرین خویش مناسبت می نمایند. سالقینای بسیار خوب است اقلیم اینجا. خدم جو اسب فقط هم کسالش جو هم هیچ کارش نکنه خودش تیار میشه علف فربیش نمینه جو کارش دیگه
3 тонн 4 тонн 5 тонн ҷав мехӯра ё майдоҳо калонаш бо чанде пиш мехӯра калонаш бо зоид мехӯра тхм метиян мехези сари гаранга мера пеши я вақто чоқ мешаванд баъд мегарди мирун хирсанд мешавад. кӯҳистониён аз муҳаббати зиёд доштанашон ба ин ҷорвари дастёру мададгор афзор омода менамоянд. дар кӯҳистон ин афзору ороишот хеле маъмуланд ва талабгорони зиёде низ доранд. харидорони ин ороишот ана ҳамон човандозону ҷавонмардони ҳақиқиянд ки барои аспҳои худ ҳеҷ чизро дариғ намедоранд. ман ам кӯдаким дар кафои аспам ай майдаакин мана бачаи раҳими галабун мегам раҳмати падарам 20 сол 25 сол гала қати чул рафтагӣ омадагиа ман майда будам талаба будам ки дар кафои асп будам ира аки бозии сахт дар кори човандозӣ баи аспо барои човандозӣ ҳозир дар ноҳияи мо човандозо бисёр шидагианд дӯстдорони асп бошад ки о ҳисоб нест ҳеҷ маъракае нест ки ай 5-10 ҳазор одам дар ҷои варзишгоҳ дорем ҷои мисол барои маъракаи бисқашӣ гузарондан дорем ҳамаш ба шароитҳои нағз ҷои трибуна ҷои нишаст ҷои вай ки мардум мераванд ҳузур мебаранд тамошо мекунанд ина ҳозир бо ният дорем ки ҳамин ҷои варзишгоҳи худмона вай кунемда ҳаминҷа бачаҳако ёш духтарчаҳо ёш бироянд ҳисоби аспсворӣ ва аспдавониро ёд бигиранд. дар тоҷикистон зиёда аз 1000 намуди гиёҳҳои шифобахш мавҷуданд ки мардум хосатан дар фасли баҳор бештар ба он рӯ меоранд. аз ҷумла сиёҳалаф занбӯруғ чукрӣ ров ҷағҷақ пудинаю шулха ва садҳо нави дигари растаниҳои табобатӣ аз шумули инҳоянд ки мардум аз он хӯроку чой омода мекунанд. алалхусус хӯрдани маделоваро дар ин айём бештар ба як қатор бемориҳои дарунӣ давобахш мешуморанд. ин ба ҳамаи бемориҳо даво аст барое ки ин бисёр гиёҳи шифобахш аст вақте ки зимистон мардум витаминашон кам аст барои ҳамин мардуми мо баҳор ки мешаванд аз ҳамин бисёр истифода мебаранд чунки беҳад гиёҳи шифобахш аст ба организми одам бисёр фоидаи калон дорад. мардум аз гиёҳҳои худрӯи табиӣ дар ҳамон вақти кишту кор истифода мебурданд таом мепухтанд масалан аз решаи ров уна мебуриданд хушк мекарданд орд мекарданд ҳам талхон мекарданд ва ҳам атола мекарданд ва аз қорчҳои табиӣ мечинданд ва хӯрок мепухтанд ва аз сабзаҳои масалан кӯҳӣ чун шибитак шингила онҳоро майда реза карда дар таом ҳамчун хӯруш истифода мебурданд яъне тамоми хурду хӯроки мардум деҳқон махсусан аз табиат буд. ҳай модар ба орд мегирифт дар орд як тухм мекарди намак мекарди об мекард золаро мегирифт мемон вай дам мехӯрд то золар дам хӯрдана дега мемон деги дар об мерехт нахта мерехт сабзӣ мерехт ба лавзи мо турб меган турба майда мекард мерехт вақте ки вайо мепухта оямо авход мепухт баъд звола мебрид зволаро мебрид ба корча тунук мекард калону ба корча мебрид мемон вай медохт баъд дар табақчаҳо ҳар як кадами моро медод мо 10 нафар будем кадами моро медод. гарчанде ин алафҳо дар баландиҳо мерӯянд мардум барои ҳифзи саломатӣ ба дурӣ роҳ нигоҳ накарда пайваста барои ҷамъоварӣ аз ин гиёҳҳо дар канор намемонанд. шояд дастрас кардани ин доруҳои табиат заҳмати зиёдро низ талаб кунад аммо дар бозорҳо нархи он на он қадар гарон аст ва ҳар кас метавонад аз ин неъмати табиат пурсамар истифода барад.
با خوراک‌های هستن خوراکی ما آتالا میگیم. این هم بسیار خوراکی وای سبک هسته. این هم بسیار برای صحرا مردم برای سبک هسته و تیستیار هسته. این را با ما زوله میگیریم، آش توپا باریک میبریم، این را با همین خلقتی میدوزیم و توپا کشک میکنیم. با آرد و موج کرده درون این با میدوزیم بعد تیار میشود. برای همین حاضر من تیار کردن موج را نشون میدم. بانوان رشتان زمین از اول فصل بهار تا به موسم تیر ماه در زمین‌های نزد حوله به زراعتکاری و باغداری مشغول می‌شوند و از محصول دسترنج خود به غیر از بندوبست میوه و سبزیجات باز دانگی‌ها را به طرز گوناگون ذخیره می‌کنند. بهار امسال رشتان زمین از تجربه چند ساله که ما داریم به زمین سرکار داریم با قول بزرگان که سالی که نکوست از بهارش معلوم. هر یک قطره باران که به زمین میرسه و رستنی و گیاه درخت از او استفاده میبره این جمع شدن حاصل همون ساله است. خوشبختانه امسال بهار امسال رشت بسیار مناسب آمد از نگاه باد و هوا، از نگاه بارشات، از نگاه دسترسی مردم به تخمی. من فکر میکنم که این سال سال حاصل است، سال برکت و نصرت است. فقط این عامل‌های هست که اونا را خداوند برای انسانیت عطا میکنه، ولی این بسنده نیست. انسان هم قدردانی از اون نعمت‌های الهی باید سهم خودش در کار زمین، در سیر حاصل بودن زمین، در حاصل برن رویاندن سهم خودش داشته باشه. اگر برف و باران بباره، اگر اقلیم همه خوب باشه، اگر رساگی آب باشه، ولی اگر دهقان زحمت نکشه این منطق نداره، این معنی نداره. تخمی داریم، تخمی لوبیاگی هر نموده، چند نمود اینا لوبیا، تخمی پیوز، تخمی گشنیج، تخمی اوکرو، تخمی کرم، تخمی لبلبون، تخمی شلغم، تخمی قلفری چی تیزه بلگاری، این بود تخمی چی خناق، تخمی بقله، اینا میتونم تخمی میگیریم. قریب 40 نمود تخمی دارم، 40 تم زیاد. کدو، بودرین، وقتش میگرفتم در خلطه ها میگرفتیم، در خلطه های لقی میگرفتم. بعد که برنامه شد و کاری من که در میو گذشت، بعد بود قطیو میگیرم اکن. این همه قطیه هست، یا نمود تخمی دارن، همه قطیه. یک بانک تخمی تأسیس دادیم که اون نوعهای بابایی که از بین رفته ایستاده بودن، تخمی بانک تخمی زراعت ها که علاقه 3 سال از فعالیت داره، به خاطر اون که اکثریت نوعهای محلی ما از بین رفتن. حالا که اونها نسبت به محل خیلی تاباور بودن از نگاه حاصل بندی و مهم از همه که نوعهای گیبریدی نبودن.
یعنی که خصوصیت های حاصل دادن اونها و سبزیش اونها سالهای طولانی دهقان میتونه اونها سالهای سال استفاده ببره. انواع گیبریدی البته اونها هم چه تخمی استفاده برده نمیشه، حالا که اونها بیشتر در امروز در دکان‌ها و بازارها فروخته میشه که دهقان بیچاره نمیدونه که این نوع گیبریدی است، کش میکنه ولی حاصل خوب نمیگیره. برای همین برای ما بسیار مهم است که نوع‌های محلیمون بانک‌های تخمی تأسیس بدیم، اونها را نگهداری بکنیم، چون دهقانای پیشینمان هم این کار را انجام میدادن. گپ زدم چه خیلی تخمی را میگیرم، چه خیلی پرورش میدم، نگاه میکنم. همین تا یک برنامه اوخی یک مقاله او نوشتن، در مقاله من جای یک ما گرفتم، در مقاله نوشتگی در بین چند مقاله ها مقاله من یکم جا گرفت. آن من برای همین حسابی کار و چی رفتم شروع برای جای تخمی گیری حساره همونجا رفتم و برای جای یکم گرفتنم در روزی عمومی جهانی اوزقه در حسار اشتراک کردم. این من چند سال شد همین تخمی رو میگیرم و با دستگیری همه این امریکا اشیای علمی پلاس مسائل دادن در همه و به همه چیار دادن و همه تخمی رو میگیرم نگاه میدارم چند سالی. هر سال به همه حد همسایه خیلی بپل همین تا میتیم داده گرفت مینی. ما چنونه که با ما شما معلوم است اولی فصل بهار است، ما قطعی انمو خوجگی‌های فرمری دهقانی و خوجگی‌های کلکتیوی علاقه هم صحبت شدیم، مشورت دادیم. از روزهای نزدیک ما کشت کارتوشکا را سر میکنیم. در حدود جماعت دهاتی اسکالون نقشه کشت 170 گکتار واگذار کرده شده است که ما باید که همین روزهای نزدیک کار سر کنیم. بر همو وقت معین شده باید که برده رسونیم سری وقت و انمو نقشمون براییم. پارسال هم نقشه همین بود، ما سری وقت اجرا کردیم، حاصل خوب هم به دست آوردیم. امسال هم کوشش داریم که بیشتر و بیشتر زیادتر کنیم، چنانه که اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت در هر یک برآمدشان قید میکنند که ما انمو زمینی که در دست داریم باید که ثمرناک استفاده بریم. ما مردم جماعت دهاتی اسکالون تصمیم گرفتیم که همینا هر یک وجب زمینی که در دست داریم ثمرناک استفاده بریم که خالی تا که خالی نمونن. نینا زاده جمهوری بلاروس است که تقدیر او را 50 سال پیش به تاجیکستان آورد. میگوید قبلا فکر میکردم که چگونه در مملکت بیگانه زندگی کنم، اما وقتی که به اینجا انیقترش ناحیه رشت آمدم، مهمان نوازی، عرف و عادت و زندگی آرام و آسوده مردم تاجیکستان مرا زود مفتون کرد. به خلاصه آمدم که در این منطقه زندگی کنم. نخست در پیش خود هدف گذاشتم که زبان تاجیکی را آموزم، همین طور هم شد. من با صفت معلمه زبان روسی در مکتب تحصیلات میانه عمومی رقم 12 چند سال شد کار میکنم. اینم جوان در دوره جوانیم اومدم، در اینجا خوندار شدم، فرزنددار شدم، همه رسم رسول تاجیکا را یاد گرفتم، نان خش رو میبستم، هم اوقات ملی را همه کار یاد گرفتم کردم، فرزنددار به بابای رسوندم. همه چیز دخترام چی خوندار کردم. یگان قدم خفگی نکرد است که دخترای تو یگان بهنره که یگان کار کردن نمیتونه. همه میندار، همه خرسند. او صاحب 10 فرزند است و مردم محل او را نینا خان صدا میکنند. سپس نینا خان به آموزش هنرهای مردمی توجه کرد و در کوتاه‌ترین فرصت میان همدهگان با هنر دستی خود شناخته شد. معلمی را خونده، بعد نپرولینمون دادن، اینجا آمدیم. بعد در مکتب 12 که معلمه شدم، بعد یک خسری رحمتی چی بوده است؟ کچگر بود از اونجا. بعد هر میگویم بچه‌ام نمیگیری، بچه‌ام نمیگیری. خیلی بچه شدیدیم، خیلی خلاصه گفت که خوندار شدیم. این چند سال شد که زندگی داریم. در اونجا یک ما دکاز دم یک و یک خواهر، خیلی پدر و مادرمو خیلی
ای دنیا گذاشتن خیلی که کم هست فرزندور هستن 4 فرزند داره خیلی علاقه هستیم به تلفن گام میزنیم همین رحمت خسرو میگو که چیک همین نشون سیخ شما که چیک همین نون بندی را یاد بگیره اکنون بگو برم بعد گفت خشتمنو که اکنون بیار بعد دستم تگریشتم گیردچه را رفتم اما نکی خسرشتمنو بسیار من می ندار بودم بسیار دوستم می داشتن به خدا حقی من دایم همینجا جدو هم کشیدم جدو بود میگو که نمی گلاس های کلین می که بفرش بیا بچینه یا که چکویش کنه مرباش کنه چکویش منه بکنه به قولش آموختن هر یک رسم و آیین تاجیکی برایم شوق‌آور بود و من حرکت میکردم که از بانوان این خانواده چیزی را یاد گیرم. همین طریق آهسته آهسته من نامبندی تاجیکی و پختن خوراک‌های ملی را نیز از خود کردم که این برایم خیلی مهم بود. حتی هیچ کس باور نمیکرد که من از عهده این کارها برآمده میتوانم. خود من هیچ بار بیگناه نمیدونم همه حدم همسایه و خشتبار همه که رفت اومد داریم رنگ اپا و خواهریم به خدا اکا و دادری باره که بسیار ملت بهترین ایمی تاجیک به خدا در من بسیار مخول شده است اگر مخولم نمیشده نمیجا 50 سال میشه قریب که من زندگی نمی کردم امی رسمی رسول تاجیکو بود همه کردیم یکون چی نوشیده اینا چکندن مرزنده انا سال 1073 اومدم اینا سال دیگه چی می 50 سال میشه اینا هر سال میگم بس مینم کار نمینم با چی مینم نه نمیمونم من دیرکتری امی تشریف میگه که کار کو که مکتبنده آدم در کاره اکنون او تاجیکستان را وطن اصلی خود می شمارد و رفتن به زادگاهش را هیچ قبول ندارد زیرا او در اینجا زندگی خوب و فرزندانی سالم دارد. سلیم گفتنی قزیلو بود گرگلیگو بود همو را گوش میکم لیم یاد گرفتیم اکی وقتش کناب داخل ما میگفتن که همه قیم بگن سازه او حکمت رضا در جان صدقه شاعر خلق تاجیک بود این هم شو تا روز من همو را میمونم گوش میدم این گرگلی یک چیزی تاریخ های یک تاریخی پهلوانو های تاریخی این همه زوراورا های بای رئیس ایرا که بفهمی بعد معنیش میفهمی نفهمیش یکیوش میدونی میگه هم تا زمان اینه بچه ها را پرسی میگه اخیری گرگلی حیای همین کارهای قدیمه همش باید همه باشن برای که یک خیلی آدمی هست که این همه دو پهلوان این همه هر دوش برابرن این همه ها خودشو همه پهلوانی هستن که ای همه که معنی گرگلی دارن ای هموان دا یا زور بود این همه ها را باید که با آموزن مقصد که گوش کنن آدم میام به سرش تازه میشوه دم تود میشوه
منظره های طبیعت این گوشه زیبا منظر دیاری عزیزمان ما را هر قدر مفتون و شیفته خود میکرد. میخواستیم که هر لحظه بازیستیم و از تماشای سنگ و کوه و مغزار و چشمسار این دیاری بهشت و سایه وطن از هنرهای والای هنرمندان چیره دست مهربانی و مهمانوازی تاجیکانه ساکنان ناحیه رشت بیشتر دیده نماییم. چون فرصت به انجام رسید با روحیه بالیده راه را به سوی دوشنبه پایتخت عزیزمان دوام دادیم.